إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. آیات قبلی الله متعال حالات کفار فعلی که در مقابل پیغمبر علیه السلام قرار گرفته بود و را بیان میکنه. آیت 104 سوره یونس. خوی و خاصیت مشرکین و کفار زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل حالات یا صفات امو کفاری است که در زمان سابق در مقابل انبیاء علیهم السلام قرار گرفته بودند. اون مردم ها اینمی قسم رای مخالفت انبیاء علیهم السلام از روی عناد پیش برده بودند، از روی عناد ضد کرده بودند، قبول نکرده بودند. مشرکین فعلی هم عیناً امور روش یا رویه را در کار انداختن، از روی ضد و عناد نمیپذیرند دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. از امو خاطر یا بجز از که حوادث و واقعات قومای سابقه سرشان بیایه و مکمل بعد از او چشمی از یا باز شوه تا وقتی که امو طور حالتا یا عذابای که سری قومای سابقه آمده بود نبیه، این مردم بصیرت پیدا نمیکنه، بیناییشان به حالشان نمیه، امو طور در حالت ضد و عناد قرار داره. الله متعال در حقیقت تسلی میده برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبر این مردم ها که قبول نمیکنن نقص در دعوت تو نیست، نقص در نعوذ بالله چیز به طرف کدام چیزی که دعوت میدید او شک و شبهه وجود نداره، نقص در خودی از یاست، چرا که یا از روی ضد و عناد سخنای تو را نمیپذیره. حالی هم الله متعال چون سوره یونس در حالت ختم شدن است لب لباب سوره یونس بر ما پیش میکنه، چرا در سوره یونس دعوت به سوی توحید الله متعال بود و شجاعت دادن بود بالای پیغمبر علیه السلام در راه دعوت. در اینجا الله متعال آخری سخن پیغمبر علیه السلام برش تعلیم میده که به امر همچو مردم ضدی و عنادی چی رویه را در پیش بگیره. از او خاطر الله متعال میگه که پیغمبر دعوتی تا علنا ادامه بده، اگر کسی میپذیره برای خود میپذیره، فایده خودش است، اگر نمیپذیره تاوان نقصانش سر از واست. الله متعال محنت تو را زحمت تو را به اجر نمیگذاره، بلکه راه تو حق است اما استقامت میخواهد. از او خاطر است که تو باید در این راه از تحمل مشقات باید خود تمرین کنی، از صبر و حوصله کار بگیری. روز فرا میرسه که سرنوشت همین مردمای عنادی و ضدی به مثل قومای سابقه واره به جز از هلاکت چیز دیگری نباشه، به جز از ذلت. اما کامیاب شدن در این راه ضرورت به صبر و استقامت قوی داره. از امو خاطر است هر دعوتگر باید عجله نکنه و همیشه نگویه که ما باید مجرد سخن به کسی بگویم کسی بپذیره، بلکه ای را برای خود یک کمی پیچیدگی داره تا وقتی که الله متعال رحم بکنه یا قلب او مردم باز شود. غیر از او ای راه ها برای خود مشکلات داره. قل بگوی پیغمبر علیه السلام یا ایها الناس، ای مردم تمامی بشریت اعلان بکو ان کنتم فی شک من دینی، اگر شما در شک استی از دینی ما، مراد از دین امون نظامی که ما آوردیم در موردی از این شک داره، فلا اعبد الذین، پس خواه گوشایتان واز کنه، سریتان خلاص کنه. اگر شما در این فکر باشه که شاید این استمرار ما یا این مداومت ما به مخالفت پیغمبر شاید باعث شود بالای از که پیغمبر هم یک کمی نرمی نشان بده و یک چیزی ترمیمات شروع بکنه. ترمیم هم در یک موضوع، چرا که بدترین موضوع به نزد مشرکین مکه و کفار اینمی بود که بتای ما را چرا بد میگی و یا را عاجز معرفی میکنی، یا یک چیزی داره، یک کمی از عزت و قدر قیمت از یام باید بیان بکنی. الله متعال به پیغمبر خود اعلان میکنه که پیغمبر امو طمع یا توقعی که در قلب از یا همیشه دور میخوره و ضدیت و مخالفت هم به می منظور و مقصد میکنه که شاید پیغمبر یک کمی نرمش نشان بده، تو در مقابلش نرمش نشان نده. موضوع تا بر سری بازار اعلان کو که من این گپی خود قطعا ترک کننده نیستم ولو که هر رقم شوه، شما که هر قدر مخالفت بکنه، چرا اینمی وظیفه و مسئولیتیم است از طرف الله بر من داده شده، من اینطور نیستم که موضوع را ترک بکنم. اینمی درس است. همیشه اگر دیده مخالفین و ضدیا از مخالفت چیستا خیلی زیاد اصرار میکنه،
شما هر کدامتان همین نمونه ها را دیده و یک دوستی ما فعلا دمی امتحان بزرگ الله متعال قرار داره که مردم علیش حتی به زدن شام اقدام کرده، صرف به این خاطر که آمین به جهر نگو. خلاص همین موضوع خیلی مهم است. ببینید علتش چیسته؟ علت شدت از یا ایسته که مکرم این مردم یک کمی نرمش کنه، مداهنت بکنه، آرام شوه، بترسه. الله متعال به پیغمبر خود اعلان میکنه که اعلان کو برش، قل یا ایها الناس، بگوی ای مردم، ان کنتم فی شک من دین، اگر شما تردد داری در مورد دین ما، نظامی که ما آوردیم مورد قبولتان نباشه، طبیعتتان نمیپذیره، فلا اعبد الذین، پس خب با خبر باشه، گوشای تنواز کنه که شدت و سختی شما شاید باعثی ازی شود که من کمی نرمی بکنم، بتایتان عاجز اعلان نکنم، مسئله توحید یک کمی خاموش بسازم. نه 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 نه، این گپ نمیکنم. فلا اعبد الذین تعبدون، عبادت نمیکنم امو چیزایی را که شما عبادت میکنه من دون الله، بغیر از الله. گاهی هم قطعی شما هم نوا نمیشم، این را یاد داشته باشه، چرا که غلط است. ولكن اعبد الله الذي، لیکن ما عبادت میکنم اطور الله که یتوفاکم، که شما را قبض روح میکنه. توفا متضمن تربیت و پیدایش هم است، پیدام کرده، تربیت هم کرده، دمو مرحله میرسانه که شما را قبض روح میکنه. این نکته را به خاطر گفت که یک کمی رعب سری از وابیه که بله همین مرگ آمدن در اختیار ما نیست. اگر بتای ما یقینا قابلیت داشته باشه، ما نمیخوایم که امیالی بموریم در جوانی، لا اقل مرگ ما را خود تمدید کنه، اما مرگ تمدید کرده نمیتونه. یک دلیل گفته، اما او مردم یک دم در زیر عرق شده که یقینا همین مرگ میایه. ما خوش نداریم که مرگ سر ما بیایه. همین معبودایی که سالا برش سجده کردیم، نظر کردیم، طواف کردیم، همین خو یک کمی تمدید کنه همین عمر ما را. الله پیغمبر علیه السلام اینطور گپ به پیغمبر نشان داد که آل این مردم چاره نداره، چی بگویه؟ و امرت ان اکون من المؤمنین، من مامور شدم که باشم از جمله مؤمنا. این دو مطلب داره. یک مطلب است ایت شده نمیتونه که من به کدام چیز شما را دعوت میدم باز یک روز خودم را ترک بکنم، عملا خودم انجام ندم، تنها به زبان شما را دعوت داده برم. نه، دعوت ما دعوت زبانی و عملی اردوسته. چیزی را که از دهن ما میشنوی در عمل او را قطعی چشم مشاهده میتونه. این طور نیست که دعوت زبانی محض گفتارا باشه، بلکه دعوت ما اول شروع از عمل میشه، بعد از ما در زبان دعوت میدیم. این گپ نیست. دوم ترجمهش، و امرت ان اکون من المؤمنین، هیچ وقت شدن نمیتونه که ما ترک بکنم شدت و سختی شما، مخالفت زیاد شما باعث بایی شوه که ما از مسیر خود برگردم. قطعا گپ نیسته. من مامور هستم که اول از جمله مؤمنا باشم. چرا؟ اول نظام پیغمبر آورده، هر پیغمبر اول مؤمن است. چرا که عقیده سریمو شریعت اول کس کی داره؟ پیغمبر داره. خب دیگه آلی نه یک کم کم ترمیم بکو، خیر است. در بعضی محفلاقت ما شریک شد، در ختم دستقات پروا نداره، گپای تو را باز میپذیرم، خو این قدر زیاد مخالفتم نکن. نه نه نه، و ان اقم وجهک، ما مامور شدیم از طرف الله متعال، مرا گفته که بالکل برابر کو جهتت، رویت، مراد از روی با کل قوتت، لدین، طرف دین، در یک بلست هم از دین و طرفی طرف نشو. اینطوری گپ نمیشه که در بعضی گپا قطعی شما باشم، در بعضی گپا برای خود باشم. چی رقم؟ حنیفا، در حالی که توجه کننده به سوی وحدانیت الله، به سوی الله و اعراض از تمام غیر الله، از کل برنامه هایی که نعوذ بالله خلاف دین است، از این رو گردان باشم. نمیتونم که در یک موارد دو موارد قطعی شما در برنامه شما بیشینم. اینی را ملا را میگم، ملا را. این خب پیغمبر گاهی همی کار نمیکنه. در تو را میگم دیوال تو بشنو، پیغمبر معصوم است. آیا شده میتونه یک پرزی دینه الا بکنه پیغمبر؟ نه، اصل خطاب برای ماست. ما نعوذ بالله بسیار عزم خیلی سست داریم، ضعیف داریم در مقابل پیسه، در مقابل پول، در مقابل موقف اجتماعی خود. آنقدر سست هستیم که پرسان نکو. آلی دیگه چی میکنم؟ آلی هر گپی غلطی که وا میکنه قطعشان یک جای میشم. خیر است. باز چی میگه؟ ایره چی نام میگذاره؟ مولوی صاحب به خاطر ازی رفته بودیم که یک چیزی دعوت کنم. یاره دعوتی تو هیچ است. اونجا که تو رفتی مردم سند میگیره که مولوی
حالی مردم که هر قدر دلیل بگه فلانی مولوی صاحب، فلانی دکتر صاحب، فلانی ماستر صاحب، فلانی فارغ التحصیل صاحب، قاضی صاحب ده اینجا شریک بود، تو خسته ایگه پارا میگی. این درس است برای علما که در مجالس بدعت و شرک شریک میشه و نامشان میمانی حکمت، که ما میریم یک کمی دعوت میکنیم. این دعوت ها نیست. الله متعال پیغمبر خدا میگه در یک مورد شما تو تسلیم نشوید. دین است، ولو خردترین پرزه دین باشه قطعی از توافق نمیکنی که میره ترک میکنم. از او خاطر الله پشت سر برش دلیل میگه. او چرا نه؟ ولا تکونن من المشرکین، نشوی شما از جمله مشرکا. از مشرکا کی آدم میشه که قطعی مشرکا نشست برخواست بکنه، تایید بکنه، برود در مجالسشان گپاره دعوت بدگویی چی را ترک بکنه، عاجزی بوتایشان بیان نکنه، اینی از جمله مشرکین میشه. پیغمبر مشرک میشه؟ نمیشه. برای امت درس است، امت الله خطاب میکنه. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، تو طلب نکو در حاجتای خود، مشکلات خود درخواست نکو بغیر از الله متعال، ما اوتر معبودای باطلی که لا ينفعك نفع نمیرسانه بری تو، ولا يضرك نه ضرر رسانده میتونه. اگر ترک کنی عبادتش ضرر نمیرسانه، اگر سالا سر در چی قبرایشان بمالی نفع برد رسانده نمیتونه. فاین فعلت، اگر توی کار کردی نعوذ بالله، یعنی حاجتی تا از غیر الله خواستی، مشکلی تا درخواست کردی از غیر الله، فانک اذا من الظالمین، یقینا تو از جمله کسایی هستی که ظالم هستی، بزرگترین ظلم شرک است. یعنی تو از جمله مشرکین میگردی و الله وقتی که پیغمبری خود خطاب میکنه که توی کار کردی تو از جمله مشرکین شمار میشی. ما تو کیستیم که تمام عمر قطعی مردم تو بالا شده رایستی و فکر میکنی یک روز همی قسم نفست میبره دمو بدعت، دونمو امر غلط و نادرستی که مردم روان است، همینطور نفست میبره. پیش الله باز جواب بگو. والا ایال داشتم، باز پیش الله بگو که ایال داشتم میایه. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، مدر رئیس دستوری هدونه پشتی سر بر ما میایه. باز اونجا جواب بگو برای الله. زمستان بود، الله را بگو زمستان بود، اگه این مسئله را میگفتم مرا در زمستان از خانه میکشید. در زمستان این مردمای دیگه چی میکنن؟ این مردمایی که سر چوک استاد است، دمی یخ استاد است به خاطر کار که 100 روپه پیدا شود. 100 روپه وا ایال داره یا نداره؟ و هم بعد عذر بیان کنه که از این کده که مردم در دین خراب میکنم، مال یک مردم خود دزدی کنم، این خود خیلی گناه آسان تر است. گناهی که در مورد دین شوه خیلی بزرگ است یا در مورد دنیا؟ در مورد دین شوه خیلی بزرگ است. او سبب گمراهی ملت میشه و این نقصان یک شخص میشه. دزدی نقصان یک شخص است. افسوس است. من تعجب میکنم به او اماما و علمایی که در مساجد هستند ولی تأمل در آیات الله متعال نمیکنه که شما تا که، تا کدام وقت، تا کدام زمان حق پوشی بکنه. زنگ برات زده میشه، یک نفر در مسجد ما پیدا شد آمین بزور میگه چطور هستی؟ هم مولی فتوا از پیش طلب شده. اینجا گنگ نشوی در مقابل حق الله متعال. چی میگه؟ 1 میلیون مردم خفیه میگه، یک نفر نمانشه. توی آلی نمانه بگو باز برات معلوم میشه انشاءالله که به ایمان میموری یا بی ایمان میموری. در مقابل سنت رسول الله آنقدر مداهنت، آنقدر نعوذ بالله سبک دانستن نکو. علم موقف اجتماعی را سعی نکو، پیش الله را بی که الله برات عزت بده. به الله قسم از دست همین ملوس شاید کس هزارات دشنامان باز بخوری. اگر 2 نفر تو را تایید میکنه، 10 نفر دیگر لعنتی الله را سرت روان میکنه، به خاطر که حق پنهان میکنی، حق واضح نمیکنی. نکو همی گپا. قرآن همیطور برات گفته. وقتی الله متعال پیغمبری خود خطاب قرار میده و یمسسک الله بضر، چطور عبادتی غیر الله شوه، حاجت از دیگران خواسته شوه. و یمسسک الله، اگر برسانه برای تو الله متعال پیغمبر علیه السلام مخاطب بضر، به کدام تکلیف، مریضی باشه، فقر باشه، فاقگی باشه، مظلومیت باشه، فلا کاشف له، هیچ چیز دور کننده نمی مشکل نیست، الا هو، بغیر از الله متعال کسی هم نیست که مشکل دور بکنه. مشکلی که ما فوق الاسباب است نمیتونه دور کرده. پس وقتی که مشکل چیزی دور نمیتونه، و چی معبود شده میتونه؟ آدم عبادت ذاتی را میکنه که مشکلی تا حل بکنه، حاجتی تا پوره بکنه.
و یردک بخیر، اگر اراده خیر بکنه الله متعال، فلا راد لفضله، نیست رد کننده منع کننده از احسان الله متعال. ولو که مخلوق جمع شوه. امی کلمات پیغمبر علیه السلام ده ابن عباس رضی الله عنه در سری مرکب تعلیم میداد. یا غلام احفظ الله یحفظک، رعایت حدود الله را بکو، احکام الله را بکو که الله تو را حفاظت میکنه و بعد از او تعلیم میشه. لم ینفعک الا ما کتبه الله، بری تو نفع رسانده نمیتونه مگر آن چیزی را که الله نوشته کرده، هیچ چیز هم نمیتونه. این عقیده را کی پیدا میکنه که یقینا نافع و ضرر رساننده و نفع رساننده کیست؟ الله متعال است، کسی نمیتونه، کسی دیگری نیست. این عقیده تو را جرأت میده که حق بیان کن. نفع و ضرر از جانب الله متعال است، کسی برات رسانده نمیتونه. عزتی تا کسی گرفته نمیتونه، بس از الله بترس. خیر شر چی را میگه؟ شاخو نداره. وقتی از مخلوق بترسم که عزتم خراب میشه، خو عقیدش غلط شد، عقیدش ضعیف شد، در ذهن ازی طور شد که بله نفع رساننده و ضرر رساننده امی مردمی مقتدیای امام است. اگر من حق بگویم مقتدیا مرا از مسجد میکشه، ضرر برم میرسه. اگر واضح بکنم اینی طور آدم ها سری الله توحیدی قوی داره؟ عقیدی توحید داره؟ نداره. قرآن میگه که نفع رساننده و ضرر رساننده غیر از الله کسی نیست، اما مناسب نشسته میگه نه 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 من گپ گفته نمیتونم، چرا باز مرا میکشه، ضرر برم میرسه. نمیگه ضرر برم میرسه، امیر میگه فلا راد لفضله، نیست کسی از احسان الله. اشاره میکنه تمام چیزی که برای تو داده میشه احسان الله است، استحقاق ذاتی ما و شما نیست. الله کی سری تو ترحم میکنه، کمال برات میده، راحت برات میده، همه هدایت برات میده، احسان الله متعال است. یصیب به من یشاء، میرسانه به این فضل احسان خود. الله ایتورام نیست که کسی بزور از کسی بگیره، من کسی را یشاء که الله بخواه من عبادی از بندگان خود، لیکن هر بنده را نه، بنده که واقعا بنده الله است، عقیده درست به الله داره، رحم خدا را یقینا شاملش میکنه، از هیچ کسی راست نداره. و هو الغفور الرحیم، الله بسیار مهربان ذات است، مهربانیشان قدر زیاد است که حتی کافر هم شامل میشه. صحت، عافیت، رزق، روزی، اسباب، مال، متاع دنیا را مکمل برش داده. الرحیم، رحم کننده است. الغفور، مهربان است. هر قدر مشرکی قوی باشه اگر توبه میکنه الله توبهش قبول میکنه. الرحیم، رحم کننده است. کسی که اسباب در راه نیک استفاده کرد، استعمال کرد، الله هدایت نصیبش میکنه، رحم سرش میکنه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام، آخری آیت های سوره یونس است، جنبندی میشه. ای مردم دیگه کدام را روان هستی، چی میکنی؟ بعد از این دیگه برای راهیابیتان چیزی باقی نمانده. چرا؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام یا ایها الناس، تمامی بشریت، قد جاءکم الحق من ربکم، آمده برایتان الحق، قرآن آمده برایتان. قرآن حق است، گفتارش حق است، احکامش حق است، تمام مطالبش حق است، چیزی واقعیت داره و ثابت است. پس وقتی که دلایلش حق است، حق واضح میکنه، بیان میکنه، هیچ چیز مشتبه باقی نمیمانه. او از کدام طرف است؟ من ربکم، از طرف او ذاتی که مالک، متصرف، تربیت کننده، خالق و مدبر شماست، از او طرف آمده. باز کدام طرف روان هستی؟ شما هدایت کامیابی را در کجا طلب میکنی؟ در دموکراسی؟ فمن اهتدى فانما یهتدی. بله الله خو همین قدر احسان کرده، فضل و مرحمت کرده، برای راهیابی و کامیابی شما مکمل نظام حیاتتان روان کرد، نظام زندگیتان روان کرد، کل ضرورتایتان در این کتاب براتان حل شده، توسط پیغمبر تعلیم داده شده. خیر دیگه کدام طرف روان هستی؟ آری اگر شما امیر را در پیش میگیره، الله برش ضرورت نداره، الله خو مستغنی است که شما بگی الله ضرورت داره. نه، کاری خودت است. اگر راه غلط می پیمانی، اعراض از قرآن میکنی، تاوانش سر خودتان است، نقصان برای الله نمیرسه. فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه، کسی که راهیاب شد، هدایت حاصل کرد از همین کتاب الله متعال، روش زندگی خدا، شناخت آخرت خدا از این کتاب حاصل کرد، مطابق همون تعلیمات قرآن زندگی خدا عیار کرد، فانما یهتدی لنفسه، یقینا هدایت یافته شده برای منفعت خودش. برای خود نمی کار میکنی. الله اکبر.
انسان نماز میخونه برای کی میخونه؟ سجده میکنه برای کی میکنه؟ هر عمل نیک میکنی برای خود میکنی. الله متعال برای تو ضرورت نداره. الله قدرت داشت کل مخلوق مثل ملائک واره مکمل سناخوان خود جور بکنه، همیشه عبادت الله را بکنه که یک لحظه نافرمانی نباشه. انسان ها را هم رقم جور کرده میتونه، اما برای تو الله متعال مهربانی کرده، برای هدایت تو مختلف وسایل آماده کرده، روان کرده، تو توستی که اینمی وسایل نادیده میگیری برای انحراف میپیمایی. خب لیکن ضرر برای الله نمیرسه. چرا؟ و من ضل، کسی که گمراه میشه، راه غلط انتخاب میکنه، فانما یضل علیها، یقینا گمراه میشه، علیها تاوان زیان نقصان همی گمراهی سری خودش است، برای خود جهنم تیار کرد. در نظام الله کدام تغییر نمیاد. و ما انا علیکم بوکیل، من نیستم بالای شما ذمه‌وار، امور شما کارای شما به من سپرده نشده که حتما من شما را سری دین معتقد بسازم. نه نه نه، من ذمه‌وار نیستم. ذمه‌واری ما چیست؟ الله برای ما یک فرمان داده. کدام است؟ واتبع ما یوحی الیک، بس تابعداری و پیروی بکو از آن چیزی که وحی کرده شده به سوی تو. فقط تابعداری از وحی میشه. وحی کتاب الله و سنت رسول الله است، از این چیزی دیگری تابعداری نمیشه. قرآن امیر برای ما بیان میکنه. مردم است که راه های مختلف نظریات و افکار اشخاص گرفته برای خود مسلک زندگی جور کرده روان است. در کجا؟ قرآن میگه واتبع ما یوحی الیک، تابعداری کو. الله پیغمبری خدا میگه کدام چیزی که وحی کرده میشه از او پیروی بکو، ادامه بده، مستمر باش، ایره بیان کو، ایره توضیح کو، به مردم دعوت بده. بله، بیانی از او تابعداری از هم گپی مفت نیست که هر کس روان شوه. میشه روان شوی جنجال برات جور است، در محل تعرض قرار میگیری، مردم برای تصمیم گیری میکنه، بندوبست است، شوراها را جور میکنه. چی کنیم در مقابل ازی؟ یوا بیگک نو پیدا شده، همین بجه شروع کرده، نمیمونیم شد دیگهش میگه. خب باز چی میکنه؟ الله متعالی قدر ذلیل کرده یاره که برش بگوی خیر نوشته کنی در کاغذک که تو در مسجد نبیا. نمیکنه، ایرم نمیتونه. خود نوشته کن که همین کاری من غلط است، نادرست است، نارواست، ایرم نمیکنه. عجیب است. خب تو که امی قدر وجدان تو را ملامت میکنه، ای بی غیرت، امی وجدانت برات اجازه نمیده که می دو کلمه را نوشته کنی که در مسجد نبیا و یا بگوی که نارواست. خب حتی وجدان تو را ملامت میکنه، در پیش الله باز چی جواب میگی؟ تو چی روی و آبرو به پیش رسول الله داری که رسول الله صلی الله علیه و سلم برات بگوید که چرا عملی مرا اینقدر بد میدانستی؟ چی روی داری؟ چی عزت داری؟ بله نه، غر و پش میگه، زوری خدا نشان میده، من امنیت خبر میدم، دیگهش میگه دستور محکمه خبر میدم. نه نه، جزای از این من میدم. تو باش سیکو که بادیگاردا قتیل انجر آمد بکشی مرده کرده، من ایره کار دارم. جناب از او خاطر این را پیمودن گپی عادی نیست. تابعداری از وحی الله، تابعداری از کتاب الله و سنت رسول الله گپی عادی نیست. سوره یونس به می ختم میشه. پیغمبر علیه السلام الله میگه که پیغمبر در این را مشکلات های گوناگون میاد، سخت واصبر. بله این را پیمودن گپی عادی و آسان نیست، مشکلات داره. خود تو از صبر کار بگی، از صبر کار بگی، استقامت اختیار کن حتی یحکم الله، تا ای که الله فیصله کنه. فیصله الله جداست. باز میبینی که همی طاغوتا، همی قماندانایی که به نام جهاد کل دین خراب کرد و امروز دین نمیفهمه، کلی خوش کلمه رم یاد نداره، میخیزه در مقابل سنت رسول الله مبارزه اعلان میکنه. باز میبینی که الله چیز ذلیلش میکنه. باز سعی کنی که بود پاکی کفار میشه. باز سعی میکنی که در کجا رفته، چقدر ذلت برش حاصل شده. فیصله الله هست و هو خیر الحاکمین. الله غیرت میکنه سر دینی خود، اینطور نمیگذاره که تو به خاطر دین الله مبارزه کنی و الله تو را ذلیل کنه. کلا قطعا نه، تو مبارزه کن الله تو را عزت میده. امروز نه صبا نه دیگه صبا. بله یک نوع تمرین خود تو شوی، یک کمی خود در کوره امی دین یک کمی پخته شوی، ملاق بخوری یک کمی، بعد از او باز برات معلوم میشه که دینی نمیسته و همین لذت داره. الله بهترین فیصله کننده است. اموری تانه به الله ولا کنی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.